بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روزی وداع یاران. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. به اجازه جناب محترم و عالی قدر شیخ الاسلام صاحب حفظه الله تعالی، پدر معنوی و استاذ العلماء، به اجازه تمام علمای اعلام، مجاهدین کرام، قبل از این که چند کلمه اگر بتوانم بگویم، این را میخواهم بگویم که نشستن به جای شهید مولانا انصاری رحمه الله خیلی سخته. قرار گرفتن به جای مولانا انصاری دل مهربانی میخواهد که من ندارم، اخلاق نیکویی میخواهد که من ندارم، صبر و حوصله میخواهد که من ندارم، استقامت میخواهد که من ندارم، توانایی میخواهد که من ندارم. اگر دعا میکنید به حق من که خدا اینها به من بدهد، با استقامت کامل راهشان را ادامه میدهیم. شهید مولانا انصاری 5 دقیقه از هم دیگر دور بودیم، او به درجه شهادت رسید. برای من گفتن تو از او دروازه برو، امر کردن، تاکید کردن، دستور دادن. خودم حیران ماندم که چرا با هم دیگر طرف نماز نرویم؟ برو فلانی از او دروازه، من از این دروازه میرم. 5 دقیقه از هم دیگر دور بودیم. چرا نصیب من نشد شهادت؟ چون شهادت هنر مردان خدا هست. شهادت بارانی نیست که بر سر هر کس بریزد. بنان شهادت شهدا را برای خودشان مبارک میگوییم و برای تمام امت اسلامی، برای شما ملت مجاهد خیز، برای شما ملت شهر خون و قیام تسلیت میگیم. برای هر کدام ما تسلیت هست، برای خود شهدا مبارک هست. خوشا به حالشان. مولانا انصاری به زبان من نمی آید، اما نصیب و قسمت بوده. الحکم لله، راضیم به رضای الله. با جرأت کامل، با انرژی کامل شهدای خود را دفن میکنیم، شهدای خود را دفن میکنیم، بدون اینکه دست ما بلرزد، بدون اینکه پای ما بلرزد. برای دشمن ثابت میکنیم که تو به هدف خود نرسیدی. ای دشمن بزدل، ای دشمن بزدل، دشمن ترسو، دشمن خائن، غیرت داری رو برو بیا، غیرت داری رو برو بیا. صف خود را مشخص کن، صف خود را مشخص کن. این خونهایی که ریخت، میدانید مولانا انصاری شما پارچه پارچه شده، تکه تکه شده. میدانید که این ما را ضعیف نمی کند، ما را قوی تر می کند، ما را قوی تر می کند. این را بدانید. تکبیر
تکبیر بلند. دین مبین اسلام. دو کلمه دیگه میگم، صحبتار میگذاریم در آینده تا لحظه ای که پر نشم راه مولانا ترک نمی کنم. مولانا انصاری با آرمان و آرزوی خود رسید. 23 سال هست مبارزه می کند. در قلب دموکراسی خواهان مبارزه کرد، در قلب دموکراسی خواهان، در قلب فساق و فجار، در قلب منافقین اداره امر بالمعروف و نهی از منکر را احیا کرد بدون ترس و هراس. خاندان انصاریان تنها مولانا انصاری نبود، او عبداللهی که دو ماه است، او عبدالله یتیم فرزند خرد مولانا انصاری. هر کدام ما در این راه دست را گذاشتیم، به مکتب مولانا تربیت شدیم، زن و مرد آماده شهادت هستیم. عزیزان من وقت نمیگیرم. پیام مولانا انصاری ما، پیام استاد مهربان ما، پیام برادر دلسوز ما، پیام انسانی که به دشمن خود دل میسوختند. ای ظالم، ای بود اتفاق خود را حفظ کنید. مولانا انصاری کلیپشان ثبت است. یک هفته جلوتر گفتن اگر دشمن من را زد نگویید که سلفی زد، نگویید که وهابی زد، نگویید که صوفی زد، نگویید که دیوبندی زد. دشمن ما یهود و نصارا هستند. بس تمام. به هر لباسی که مایه باشه، به هر لباسی که مایه بیایه، دشمن ما یهود و نصارا هست. مولانا انصاری دیگه صحبتار میگذاره و فردا و در آینده ها من نمیتونم از شما تشکری کنم. ذات اقدس الهی برای همگی شما جزای خیر بدهد.